انرژی خردمندانه زیادی میبینم و مردم دوست دارن که از شما نصیحت بگیرن و شما رو یک فرد خردمند و باهوش میبینن و به نظر شما اعتماد دارن و برای شما احترام زیادی قائلن. شاید شما از درون با هم مانع کوچیکی احساس ترس و وحشت داشته باشید، اما مردم شما رو عاقل و نترس میبینن و فکر میکنن که شما میتونید با موقعیت‌های مختلف به روش بسیار بالغانه برخورد کنید و شما انگار عاقل‌تر از سنتون هستید و مردم احساس میکنن که شما اولین کسی هستی که الگوهای اجدادی رو میشکنی و فراتر از هر مشکلی که در خانواده‌تون وجود داره حرکت میکنی. مثلا شاید توی خانواده شما همه سیگار میکشن و شما تنها کسی هستی که این کار رو نمیکنی و مردم شما رو فداکار و متعهد میبینن و به شما اعتماد دارن و فکر میکنن که شما آدم قابل اعتمادی هستی. اونها شما رو بیش از حد باهوش میبینن، یعنی کسی که باهوشه اما مغرور نیست و شما رو یک فرد صلح طلب میبینن.